بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، سلسله برنامه‌های مستقیم ما در موضوعهای خیلی مبرم روز که برای داغ روز، برای هر روزه زندگی ما و شما هست، یعنی میگذره در این موضوع یا در اون موضوع، در کدام موضوعی که باشد مهم اساس برای اکثریت. وقتی که اکثریت یک موضوع رو پیشنهاد میکنن، خواهش میکنن که در این موضوع باید از نظر دین مبین اسلام یعنی صحبت شود، البته مرکز اسلامی فرق نمیکند کدام کارمندی که نباشد در اون موضوع یک صحبتی از نظر اسلام میکنند. چرا؟ به خاطر که مقصد مرکز اسلامی هم و مقصد اسلام قبل از همه یعنی سعادت انسانیت و بشریت در دنیا و آخرت است. و از همین جمله یعنی مرکز اسلامی هم، مقصد مرکز اسلامی هم یعنی کامیابی شهروندان، کامیابی مسلمانان تاجیکستان یا عموما فارسی زبانان و تاجیک زبانان چه داخلی چه خارجی کشور، یعنی به مقصد رسانیدن و به سعادت رسانیدن و کامیاب کردن تمام مردم مسلمان است. موضوع امروزه ما درباره اسرافکاری. اسرافکاری یعنی چی؟ اسراف چی رو میگویند؟ اسراف کردن چی خطر دارد؟ یا اینکه اسراف کردن برای فرد یا افراد عائله چی بی‌برکتی و نحسی و کثرتی و کثافتی رو میارد؟ یا اسراف نکردن برای فرد یا افراد عائله یا عموما عائله یا عموما جمهوری چی خیر و برکت و فیض و یعنی رحمت الهی رو میارد؟ اطراف این یعنی درباره این سوال ها ما صحبت داریم. حالا اسراف یعنی چی؟ اسراف از حد گذرانیدن. حالا پروردگار میگه استعیذ بالله کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین.